امروز فکر کنم جلسه سوم باشه راجع به تراژدی مسجد الاقصی و فلسطین و بررسی دینی و تاریخی از این قضیه بسیار مهم که این قضیه برای تاراج نیست. این قضیه بخصوص برای تاراج از طرف دینداران و از طرف کسانی که مردم به سوی دین میخونند. کسانی که مردم به سوی دین میخونند شعارهای سیاسی سیاستمدار آنان نادانسته تکرار کنند، دین رو به آتش میکشند. توجه میفرمایید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد که المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمانه، لا یظلمه ولا یسلمه، نه ظلم برش میکنه نه تسلیمش میکنه. یعنی باید این کار رو نکنه، باید بهش ظلم نکنه، اگه پناهنده شد تسلیمش نکنه، اگه تو خونهش دشمن شما تسلیمش نکنه. و من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته. کسی که برای رفع نیاز برادرش باشه، برادر مسلمانش، خداوند نیاز او را برطرف خواهد کرد. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه کربتا من کربات یوم القیامه. کسی که مصیبتی، مشکلی از مسلمانان رو حل کنه، خداوند از مصیبت‌های روز قیامت براش حل خواهد کرد، مصیبت‌های روز قیامت را از سرش دور خواهد کرد. و من ستر مسلما، کسی که ستر مسلمانی را بپوشونه، خداوند روز قیامت سترش رو میپوشونه. عرض کردم این مسائل رو درست بفهمیم. این ستر پوشی نیست که بیاین علنا افتضاح بوار بیارید بعد میگه آقا سترش رو بپوشون. این ستر پوشی وقتی است که کسی معصیتی رو مخفیانه انجام داد، اما معصیتی رو علنی انجام داد، مخالفت با شرع کرد، باید انکار و منکر کرد با زبان. این رو توضیح دادم. مقصود این که دفاع از سرزمین مسلمانان یک واجب شرعی است. طور اون سرزمین قبله اول مسلمانان باشه، مسجد الاقصی باشه، منادیان آزادی اونها رو تروریست بنامید، منادی آزادی مسجد الاقصی را برای ارضاء دیگران، برای اینکه پاسپورت بگیرید، برای اینکه خود شیرینی بکنید، برای اینکه نمیدونم خودتو معتدل جلوه بدید، اونها رو دزد بنامید، مالخور بنامید، اینها دجالگری است. اینها بازی سیاسی است. وقتی که دعوتگر شروع به بازی سیاسی میکنه، در واقع دین رو تاراج میکنه، مگر اینکه موضع درست بگیره، مگر اینکه موضع مردانه بگیره. عرض کردم دفاع سرزمین مسلمانان، چه کشمیر باشه، مسجد الاقصی و فلسطین من باب اولا، هر سرزمین مسلمانان، این واجب بر هر مسلمان و هیچ اختلافی در این نیست. امام ابن عابدین یکی از فقهای بزرگ مذهب حنفی است. ایشون کتابی داره مشهور به نام حاشیه ابن عابدین یا فتاوای شامیه. مذاهب اربعه، این سوال من در یک کنفرانس وقتی که در 30 سال پیش در ایران بودم مطرح کردم. هیچ کسی از شیعیان نتونست جوابش بده، موندم و هنوزم جواب ندارن. بلکه مذهبشون مذهب باند سیاسی است، مذهب نیست. و هیچ کسی مثل علامه احسان الهی ظهیر، این اگرچه جانشو در این راه داد، این مطلب رو به این وضوح بیان نکرده. ولذا خواهش میکنم کتاباشو بخونید.
ایشون کتابی داره به نام حاشیه ابن عابدین یا فتاوای شامیه. در مذهب حنفی این کتاب مفتابهیه. یعنی چی؟ یعنی در مذاهب اربعه که تا حدی از تکامل رسیدن. چرا؟ چون اینها باندهای سیاسی نبودن که زیر زمین کار کنن. مثلا این داعش امروز یه باند سیاسیه، درسته یا نه؟ یا القاعده که باند سیاسیه. باندی که زیر زمین باشه نمیشه به افکارش رو ظاهر کنه در میان مردم. عذر میخوام. افکارش مورد مناقشه قرار بگیره، صحت و سقمش ظاهر بشه، مردم چون خوب انتخاب کنن، چون که بعد دور بندازن. افکار زیر زمین باطنی همیشه اینطوریه. تشیع در طول تاریخش چون یک باند مخرب و مفسد و خرابکار زیرزمینی بوده، برای که ابزار دست کلیسا و کنیست و آتشکده بوده و هست، امروز هم هست. اینا رو در این 30 سال بسیار توضیح دادم و افکارش مورد مناقشه نشده. چطوری کتاب مفتابهی داشته باشه؟ گفتم آقایون، مذاهب اربعه کتاب مفتابهی داره. در هر مذهبی ما چند کتاب مفتابهی داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه مفتی از اصحاب مذهب سواری نمیگیره، مثل مرجع تقلید شیعه نیست، مثل پیر و مرید صوفی نیست. مفتی فتواشو میده، مقلدان یا پیروان مذهب، که البته اینجا آدم ناچار بدیهیات رو توضیح بده. مقلدان مذاهب اربعه مثل مقلدان شیعه نیستن، برای که اونا از یه مذهب پیروی میکنن. مذهب را یک شخص نیست. استادمون دکتر حجی کردی، خدا حفظش کنه، هنوزم زنده، یک حنفی دو آتشه، ایشون میگفت که رأس مذهب حنفی 40 تا مجتهد درش هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه این مذاهب اربعه هیچ کدومشون رأی امام مذهب نیستن. در یک سری اصول و قواعد با هم دیگه اتفاق کردن، مثل سازمان های اسلامی امروز، جمعیت های اسلامی امروز، سازمان اسلامی، رابطه عالم اسلامی، اتحاد علمای مسلمین و خب اتحاد علمای ازهر. اینا مقلد مردم رو به تقلید خودشون نمیخونن. یک مؤسساتی هستن، نهادهایی هستن دینی که به اجتهادشون، آرائشون بر مبنای اجتماعیه، بر مبنای دست جمعیه، یک نفر نیست. هیئت بزرگ علما در عربستان سعودی فقط رئیس شیخ بن باز نیست، مجموعی از بزرگترین علمای کشور اونجا جمع کردن. اینها در مسائل مبتلا بهی، در مسائل جدید اجتهاد میکنن. خب این اجتهاد رو کسی پسندید قبول میکنه، کسی نپسندید اختیار خودش داره. نپسندید مثلا به رأی خودش رأی دیگری قوی تر بود. یعنی اینجا مفتی از دیگران سواری نمیگیره. اما تشیع نه، چون بانده. تصوف نه، چون بانده. اینا بانده سیاسی هن. اسلام رو خراب کردن با این باندهای سیاسی. ظاهرشون دوستی اهل بیته، ظاهرشون تزکیه نفسه، ولی اینجوری نیست. ظاهر شما رو فریب نده. بگذاریم این کتاب، فکر کنم موضوع تا حدی واضح شد. و همه مذاهب اربعه چند تا کتاب در این مورد دارن و خود بنده این کتاب و مقداری شو در پیش استادمون مفتی بزرگ احناف در شام، شیخ عبدالرزاق حلبی، درساش حاضر می شدن. شخصی است که در حالت تشهد عکسشو نشون دادن، در حالت تفسیر قرآن جلوشه، دستش اینجوری جان آفرین تسلیم میکنه. یک نفر مرجع شیعه رو در طول تاریخ به من نشون بدید که اینطوری مرده باشه، اصلا شهادتین گفته باشه. محاله. این یک. پدر بنده حضرت مولانا عبدالله خدا رحمتش کنه، که مولانا عبدالعزیز وقتی اسمشو میگرفت گریه میکرد، گفت شما اونو ندیدید.
واقعا من ندیدمش. من 1 سال و نیم عمرم بوده که فوت کرده و خودشو در مقابل اون چیزی نمیدونست، با وجود خودش عالم بود. وارد بنده حاشیه بر این کتاب شرح نوشته، تعلیق نوشته. و یک شب ابن عابدین رو رحمت الله علیه خواب میبینه که فلانی چرا به شکم من لگد میزنی؟ دست نگه داشته دیگه، ادامه نداده. انظر فقهی کتاب خوبیه، اما انظر عقیدتی من خودم زیاد نمیپسندمش. چرا؟ بر اینکه یه شخص زندیقی مثل ابن عربی رو شیخ الاکبر مینامه. اگه یک انسان عادی اون شیخ الاکبر بدونه ایرادی نمیشه خیلی ازش گرفت، میگم نمیدونه. اما یک فقیه، یک عالم باید در این موارد حساس باشه. لیکن اون تخصصش به هر حال فقه. تخصص شیخ ابن عابدین در عقیده نیست، در حدیث نیست. هر عالمی یه تخصصی داره، در تخصص خودش بسیار محترمه. خب این مقدمه را گفتم برای که بدونیم که رأی احناف یا مالکی ها یا شافعی ها یا حنبلی ها در این مورد چیه. ابن عابدین میفرماید که فرض عینه. به نص و خدمتتون نشون بدم. فرض عینه بر هر مسلمانی اذا هجم العدو ولا ثغر من ثغور الاسلام، اگر دشمن بر مرزی از مرزهای اسلام حمله کرد، بر مرزی، بر سرحدی، تا چه رسه به کشوری، تا چه رسه به مسجد الاقصی، فیسیر فرض عین علی من قرب منه، هر کسی که نزدیک به اون مرز. خب اجازه بدید تصویر خودم هم ظاهر کنم که خسته نشید. هر کسی که در اونجا نزدیکه، بر اون مرز نزدیکه، برش فرض عین میشه. فرض عین میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه وقتی جهاد فرض عین شد، دفاع از کشور فرض عین شد، دیگه اجازه هیچ کسی لازم نیست. خب بعد از اون فاما من وراء، بعد از اون همین فرض عین ادامه پیدا میکنه، کسانی که جلو میرن. ببخشید، اینجا فرض عین میشه بر اونایی که در اون منطقه هستند که از کشور خود دفاع بکنن، اما اونهایی که پشت سرشونن بر اونها فرض کفایه میشه، به شرطی که بهش نیاز نداشته باشن. اذا لم یحتاج الیهم فان احتیج الیهم، اگر نیاز داشته باشن، به این معنا که کسانی که اونجا هستند عاجز باشن، اونی که نزدیک از مقاومت، از دفاع از کشورشون، در مقابل دشمن عاجز باشن. او لم یعجزوا عنها ولكن هم تکاسلوا، یا که نه تواناییشو دارن لیکن کوتاهی کردن، جهاد نکردند، از کشور، از سرزمین مسلمانان دفاع نکردند. فانه یفترض علی من یلیهم فرض عین یفترض. بعد از اون حد مثلا فلسطین مورد حمله قرار گرفت، بر خود فلسطینی ها فرض عین میشه، بر اردنی ها، بر لبنانی ها، بر عراقی ها فرض کفایه میشه. اما اگه فلسطینی ها نتونستن، اون موقع بر همسایگانشون فرض عین میشه. اگه فلسطینی ها کوتاهی کردن، فرض عین کالصلاة والصوم لا یسعهم ترکو، مثل نماز، مثل روزه برشون فرض عین میشه، نمیتونن دفاع از سرزمین مسلمانان رو ترک کنن. و ثم الى ان یفترض علی جمیع اهل الاسلام، و همچنین ادامه داره تا اینکه بر همه اهل اسلام فرض عین میشه، در شرق و در غرب، که چی؟ که از سرحدات اسلام دفاع بکنن. از این واضح تر؟ یعنی امروز دفاع از سرزمین مسلمانان، چه کشمیر باشه، چه فلسطین باشه، آیا فلسطینی ها کوتاهی نکردن؟ همسایه‌شون کوتاهی کردن. بر همه مسلمانان فرض عینه که مسجد الاقصی را نجات بدن. در این هیچ اختلافی نیست.
الان سیاستمدارا هر جوری که میخوان برقصن، ولی مولای دین نباید رقص سیاستمداران تکرار بکنه، حرف اونها رو تکرار بکنه. دعوتگر نباید حرف اونها رو تکرار بکنه. در این مورد نباید نظر شخصی خودش اظهار کنه، رأی فقهی دینی رو باید نقل کنه. انتظار از دعوتگران، انتظار از عالمان دین، انتظار از سخنگویان دین اینه که در مورد دین، رأی فقه، رأی مفتیان و رأی اهل دین را نقل بکنن، نه هوای شخصیشون را، نه نظر شخصیشون را، بخصوص اگر صاحب نظر در این رأی نباشند، بخصوص که مجتهد در این رأی نباشند، بخصوص که اگر آگاه در این رأی نباشند. خب این رأی امام ابن عابدین حنفی بود. ببینیم که امام رملی رحمت الله علیه از ائمه شافعی چه می‌فرماید. فإن دخلوا بلدة لنا، اگر دشمنان در یک شهری از شهرهای ما داخل شدند، و صار بیننا و بینهم مسافت القصر، بین ما و بین اونها مثل 62 کیلومتر 70 کیلومتر بود، مسافت قصر بود. خب فیلزم اهلها دفع، واجب میشه، لازم میشه که اهل اون سرزمین از سرزمین خود دفاع کنند. حتی من لا جهاد علیهم من فقیر و ولد و عبد و مدین و امرأة، حتی کسانی که جهاد برشون واجب نیست، مثل شخص فقیر، مثل یه بچه، مثل برده، قدیما برده بود، مثل یک شخصی که وامداره، مثل زن، حتی بر اینها فرض میشه. شما خود دیگه قیاس کنید. و برای که موضوع طولانی نباشه سعی میکنم که این موضوع رو انشاءالله در جلسه بعد، در جلسه 4 بیشتر ادامه بدم. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.